نام داستان: سایه‌های خیانت و عشق، برگرفته از کتاب فرشته‌ها هرگز نمی‌میرند، نوشته شهرام مهدی زادگان، ناشر انتشارات متخصصان. محل فروش کتاب: کتاب فروشی مژدهی، شهرستان رشت، میدان شهرداری. هوا هنوز تاریک و روشن بود که مراد با صدای رادیو از خواب بیدار شد. هوا سرد بود و ماندن در زیر لحاف در آن وقت از صبح عجیب لذت داشت. مراد در رخت خوابش غلطی زد و لحاف را بر روی صورتش کشید. او به خاطر فرصت 20 روزه‌ای که معمولاً قبل از امتحانات پایان ترم برای مطالعه به دانشجویان داده میشد به منزل آمده بود. ولی آمدنش با بیماری پدر مصادف شده بود و حالا چند روزی بود که به جای او به مغازه می رفت. مراد هنوز در آن حالت لذت بخش بین خواب و بیداری بود که به یاد مغازه افتاد و خواب از سرش پرید و سریع بلند شد و رخت خواب خود را جمع کرد. بعد از خوردن صبحانه راهی مغازه شد. پدر این مغازه را بعد از سالها زحمت خریداری کرده بود. البته مغازه هم در جای خوبی از شهر واقع شده بود. مراد در حال باز کردن قفل در مغازه بود که نوروز را بالای سرش دید. نوروز همسایه مغازه بغلیشان بود. او حدود 20 سالی بزرگتر از مراد بود و هر روز در چیدن و مرتب کردن وسایل و یا باز کردن و بستن مغازه به مراد کمک می‌کرد. نوروز از سالها پیش کارش را با فروش لباس‌های بچگانه شروع کرده بود. در آن سالها او جوانی به ظاهر محجوب و سربزیر بود که مردم بسیاری حتی برای دلسوزی و کمک هم که شده از مغازه‌اش خرید می‌کردند. به این شکل بعد از مدت کوتاهی نوروز توانست مغازه خود را از حاشیه به مرکز شهر آورده و در همسایگی مغازه پدر مراد برای خود مغازه‌ای بخرد. او بعد از مدتی با همان سیاست سربزیری و حرف شنوی و احترام گذاشتن به اطرافیان و همینطور معصومیت خاصی که به چهرهش میداد، به عنوان مرد امین و مورد اعتماد پدر مراد در دوران بیماری او به مغازه و وسایل آن دسترسی پیدا کرد. مراد هم با توجه به اطمینان پدر هیچ گونه اعتراضی به نوروز نمی کرد و حتی در انجام دادن کارها از او مشورت می گرفت. چند روز دیگر هم به همین شکل گذشت. در این مدت حال پدر کم کم رو به بهبود می رفت. به همین دلیل مراد به سراغ امتحانات پایان ترم درس و دانشگاه خودش رفت و پدر هم مشغول رسیدگی به کارهای مغازه شد. 2-3 سالی به همین طریق گذشت. در طی این مدت مراد درس و دانشگاه را به پایان رسانده بود و خدمت سربازیش را هم در یکی از سخت‌ترین نقاط مرزی کشور می‌گذراند. صبح زود بود که علیرضا مراد را از خواب بیدار کرد و رفت. علیرضا یکی از افسرهای وظیفه پادگان بود. مراد در حالی که لباسهایش را می‌پوشید پیش خودش گفت: خداوندا، آخر تا کی من باید صبح به این زودی از خواب بیدار شوم؟ کمی که گذشت مراد لباس پوشیده و آماده
در مراسم صبحگاه ایستاده بود. طبق معمول ساعتی پس از اجرای مراسم مراد از علیرضا خواست که خودش را برای مأموریت گشت زنی آماده کند. گشت هایی که در نواحی مرزی انجام می شد از خطرناکترین قسمت های کاریشان بود. آنها بارها به طور ناگهانی در دام کمین های اشرار افتاده بودند و یا به صورت اتفاقی به هنگام ورود و یا خروج غیرقانونی افرادی ناشناس از مرز با هم درگیر شده بودند. مأموریت مراد و علیرضا تا عصر ادامه داشت و پس از آن نوبت به اکیپ دیگری می رسید که تا ساعاتی از شب گشت زنی را ادامه دهند. به پادگان که رسیدند هر دو وارد آسایشگاه شدند. محل خواب مراد و علیرضا در نزدیکی هم و طبقات پایین تخت‌ها بود. علیرضا همشهری مراد هم به حساب می آمد و یکی از علتهای مهم صمیمی بودنشان هم همین موضوع بود. وقتی هر دو بر روی تختهایشان قرار گرفتند علیرضا طبق معمول به یاد محبوبه افتاد و آهی از ته دل کشید. مراد نگاهش کرد و پرسید بازم که آه کشیدی؟ علیرضا گفت اصلا تکلیفم مشخص نیست. نمیدونم به محبوبه چی بگم. از یک طرف دائما داره براش خواستگار میاد و از طرف دیگه آینده من کاملا مبهم و نامشخصه. مراد نگاهش کرد و گفت خودت رو جمع کن پسر، کم مونده اشکت در بیاد. بعد در حالی که میخندید ادامه داد آخه من موندم این دختره چی داره که تو عاشقش شدی؟ بعد که جوابی نشنید زیر لب گفت لابد نه قیافه درست حسابی داره نه فهم و کمالات آنچنانی. موضوع این بود که علیرضا در طی دوران دانشجویی با دختری به نام محبوبه آشنا شده بود. اوایل آشنایی علیرضا هیچ رغبتی به ادامه دوستی نشون نمیداد، ولی سماجت‌های محبوبه در طی 2.5 سال آشناییشان باعث ایجاد نوعی دلبستگی و وابستگی در قلب علیرضا شده بود که او را از یک آدم بی‌تفاوت به شخصی که بدون محبوبه نای نفس کشیدن هم نداشت تبدیل کرده بود. در این بین تنها اتفاق فوق‌العاده و بسیار خوشایند آشنایی علیرضا با مراد بود که فرصت بسیار خوبی را برای علیرضا به وجود آورده بود تا از قدرت نویسندگی مراد برای فرستادن نامه‌های پرسوز و گداز و عاشقانه برای محبوبه استفاده بکند. ولی تنها چیزی که برای علیرضا بسیار عجیب به نظر می آمد رفتار محبوبه بود. محبوبه تا زمانی که بی‌تفاوتی‌های علیرضا را می‌دید بسیار مشتاق به دست آوردنش بود، اما به محض اینکه احساس کرد که علیرضا عاشق و وابسته او شده دیگر چندان رغبتی به او نشان نمی‌داد. صبح یکی از روزهای آخر هفته بود و پدر مراد طبق معمول در حال باز کردن مغازه بود که نوروز جلو آمد و با چاپلوسی گفت آقا عرضی دارم خدمتتون. پدر مراد که به او محبت و اعتماد داشت با مهربانی جواب داد خب بگو، هر کمکی از دستم بر بیاد کوتاهی نمی کنم. نوروز من و منی کرد و گفت همونطور که میبینین مغازه های ما به هم چسبیده. اگه مغازتون رو به من بفروشین میتونم با برداشتن دیوار بین 2 مغازه اونها رو به هم ملحق کنم و فروشگاه بسیار بزرگی رو برای خودم بسازم. پدر مراد با همان مهربانی گذشته جواب داد نه، این مغازه رو من بعد از سالها کار و زحمت خریدم و میخوام برای مراد نگه دارم تا زمانی که از خدمت برگشت بتونه کاری رو که دلش میخواد توی این مغازه انجام بده.
نوروز لبخند موذیانه‌ای زد و گفت هرچی که شما بفرمایید همون درسته. بعد اضافه کرد حالا اگه زمانی هم قصد فروش داشتید حتما به من بفروشین. پدر هم سری تکان داد و گفت خیالت راحت آقا نوروز، اگه مراد بخواد زمانی مغازه رو بفروشه من حتما بهت خبر میدم. 3 ماهی بود که مراد اصلا به مرخصی نیامده بود، به همین دلیل خیلی زود با درخواست مرخصیش موافقت شد. مراد قبل از ترک پادگان پیش علیرضا رفت و بنا به خواسته او نامه‌ای برای محبوبه نوشت. البته او همان حرفهای علیرضا را در نامه می نوشت ولی با ادبیاتی دیگر و خطی خوش. بعد نامه را داخل پاکتی گذاشت و در آن را با نوار چسب کاملا بست و بعد از اینکه پاکت را داخل ساکش گذاشت به راه افتاد. مراد 1 روز بعد بالاخره به خانه رسید و بعد از ساعتی استراحت به سمت خانه محبوبه رفت تا به هر شکلی که شده نامه علیرضا را به او برساند. نزدیک غروب آفتاب بود که مراد طبق آدرسی که از علیرضا گرفته بود به نزدیکی خانه محبوبه که در داخل کوچه‌ای قرار داشت رسید. کمی بعد دختری را دید که به همراه 2 نفر از دوستانش در حال ورود به درون کوچه بودند. پیش خودش گفت طبق نشانی هایی که علیرضا داده آن دختر باید خود محبوبه باشد. دختر در بین دوستانش راه می رفت و بدون توجه به اطرافش بلند بلند با آنها صحبت می کرد و آنها را می خنداند. مراد به سمتشان رفت و آهسته پرسید ببخشید شما محبوبه هستید؟ لحظه خنده از روی لبان دختر محو شد و به حالت جدی پرسید بله خودم هستم. و شما؟ مراد به همان آهستگی پاکت نامه را به سمت او گرفت و گفت بفرمایید. محبوبه با دیدن پاکت نامه آن را گرفت و فوراً در کیفش گذاشت و نگاه عاشقانه‌ای به مراد انداخت و دقیقه همچنان بدون اینکه حرفی بزند به او خیره شد. مراد برای اولین بار بود که محبوبه را میدید و با او صحبت میکرد. به این خاطر بعد از گذشت لحظاتی وقتی دید او دیگر حرفی نمیزند از طرز نگاه کردنها و لبخند زدنهای دختر معذب شد و تنها توانست بگوید اگر خواستید جواب نامه را بدید من فردا همین موقع میام و میبرم. محبوبه در حالی که با اشوه میخندید رو به دوستانش کرد و گفت امروز نامه داده فردا هم جواب میخواد. بعد به راه افتاد و در حالی که به پشت سرش نگاه میکرد با حرکات اغواگرانه رو به مراد کرد و گفت باشه خوشتیپ اشکال نداره فردا بیا. و این جمله را طوری گفت که هر 3 با صدای بلند شروع به خندیدن کردند. حال دیگر شب شده بود و مراد با قدم‌های آهسته در حال رفتن به خانه بود. در بین راه طوری با دقت به خانه‌های دور اطرافش نگاه می‌کرد که انگار برای آخرین بار است که آنها را می‌بیند. به خانه که رسید لباسهایش را عوض کرد و دست و رویش را شست و مشغول تماشای تلویزیون شد. ساعتی بعد همه اعضای خانواده دور سفره شام حاضر شده بودند ولی انگار پدر بسیار ناراحت و غمگین به نظر می رسید. دقایقی دیگر گذشت تا پدر آرام آرام شروع به تعریف اتفاقی کرد که نه تنها سرنوشت او بلکه آینده همه اعضای خانواده را تحت تأثیر قرار میداد. پدر با صدای آهسته گفت چند روز پیش سری به بانک زدم چون از 2 ماه قبل منتظر چکی بودم که تاریخ سررسید و پرداختش همین 3 یا 4 روز قبل بود.
پدر آهی کشید و لحظه‌ای مکث کرد و بعد ادامه داد: البته من خیلی زودتر مبلغی پول در بانک برای پاس شدن این کنار گذاشته بودم، ولی با این حال هنوز چکی برای وصول به دست بانک نرسیده. حرف پدر به اینجا که رسید، مراد طاقت نیاورد و از او خواست موضوع را با جزئیات بیشتری برایش بازگو کند. پدر در جواب گفت: همونطور که میدونی ما هر 2 ماه یک بار برای خرید میریم تهران و با دادن چک اجناسی رو برای مغازه میخریم و در موعد مقرر و پس از فروش جنس ها پولش رو توی حساب بانکیمون نگه میداریم تا زمانی که موعد چک برسه و به راحتی و بی درد سر پاس بشه. مراد سرش رو تکون داد و گفت: بله درسته. پدر ادامه داد: 2-3 ماه قبل نوروز برای خرید راهی عمده فروشی ها و تولیدی های تهران بود. به این خاطر پیش من اومد و گفت چون شما کسالت دارید بهتره که من براتون خرید بکنم، ولی برای انجام این کار باید چکی به من بدین تا پس از خرید بتونم اون رو به فروشنده بدم. پدر لحظه مکث کرد و بعد گفت: من برگ چکی رو برداشتم و خواستم مبلغی روی اون بنویسم، ولی نوروز با خنده گفت: هنوز میزان خرید مشخص نیست. شما از کجا میدونین چه مبلغی روش بنویسید؟ من همچون بهش اعتماد داشتم حرفش رو قبول کردم و ضمن اینکه از اون به خاطر لطفی که در حق من میکرد تشکر کردم، چک سفیدی رو به اون دادم تا به هر میزان که میخواهد خرید بکند. نوروز چک رو از من گرفت و راهی تهران شد و بعد از گذشت حدود 4 روز اجناسی رو که خریداری کرده بود به مغازه‌ام تحویل داد و گفت که چک من رو به فروشنده داده و تاریخ چک رو برای 2 ماه بعد زده. بعد از اینکه 2 ماه گذشت و خبری از رسیدن چک به بانک نشد، من به فروشنده کالا زنگ زدم و اون گفت که نوروز با چک خودش 2 برابر جنس خریده و در این میان اصلاً چک من رو به فروشنده نداده. پدر دوباره مکسی کرد و لحظاتی به فکر فرو رفت و بعد گفت: به این شکل فکر میکنم که نوروز اون چک سفید رو پیش خودش نگه داشته. حرف پدر تمام شده بود و او بعد از آن دیگر حرفی نزد و با افسوس آهی کشید و مضطربانه به گوشه‌ای خیره شد. مراد چون حال پدر را درک میکرد و از طرفی از بیماریش خبر داشت، او را دلداری داد که حتما سوء تفاهمی در این میان پیش آمده که نوروز برای آن قطعاً پاسخی قانع کننده خواهد داشت. فردای آن روز مراد وقتی از خواب بیدار شد، اولش اصلا یادش نیومد که کجاست. بعد که لحاف رو کنار زد، با دیدن ساعت 10 صبح لبخندی بر لبش نشست و پیش خودش گفت: پس از مدت‌ها تونستم بدون دردسر تا این وقت از صبح بخوابم. بعد از آن رخت خوابش را جمع کرد و در حین خوردن صبحانه تلویزیون را روشن کرد و ساعتی با نگاه کردن به آن همه دردسرهای دنیا را کاملا فراموش کرد. حدود ساعت 12 ظهر بود که مراد لباسهایش را پوشید و راهی مغازه شد و در این بین نوروز رو هم زیر نظر گرفت. همه چیز به نظر طبیعی می آمد. به این خاطر پدرش را دعوت به صبر کرد و گفت: حتما تا هفته آینده راز این مسئله آشکار میشه و بهتره که تا اون موقع کسی رو قضاوت نکنیم. مراد پس از آن برای دیدن دوستانش از مغازه خارج شد و به محلی که پاتوق بیشتر رفیقان صمیمیش بود رفت و ساعتی را هم با آنها گذراند و بعد آماده رفتن به خانه شد. او همینطور که در خیابان قدم میزد در جلوی کیوسک روزنامه فروشی ایستاد و به اخبار روزنامه ها و عکس مجلات خیره شد
که ناگهان محبوبه را در کنارش دید. او در حال خرید مجله‌ای بود. محبوبه ناگاه متوجه حضور مراد شد و لبخندی زد و سلام کرد و بدون مقدمه پرسید: نامه رو شما برای علیرضا می نویسید؟ مراد به قدری هول شد که به زور توانست بپرسد چطور مگه؟ محبوبه گفت: چون من هم خطش رو میشناسم و هم طریقه نامه نوشتنش رو تشخیص میدم و کاملا میفهمم کدوما رو خودش نوشته. بعد اشاره به نامه داخل کیفش کرد و گفت: الانم میدونم که شما اینو براش نوشتید. محبوبه لحظاتی سکوت کرد و سپس در حالی که لبخندی موذیانه بر لب داشت و به درون چشمهای مراد خیره شده بود پرسید: درسته؟ مراد هیچ حرفی برای گفتن نداشت، یعنی اصلا نمیدانست که باید چه بگوید. به این خاطر فقط گفت: من باید برم، و در همان لحظه هم به راه افتاد که محبوبه او را از پشت سر صدا زد: ساعت 7 غروب بیا، جواب نامه رو نوشتم. این رو طوری بلند گفت که مراد از مردمی که در اطرافش بودند خجالت کشید و بعد همانطور به راهش ادامه داد. یک روز دیگر هم گذشته بود و مراد و پدرش هنوز در رو در بایستی این بودند که آیا موضوع را از نوروز بپرسند یا نه. از طرفی دیگر پدر مراد اصلا نمیتوانست احتمال خیانت نوروز را هم قبول بکند، تا اینکه یک روز از بانک به پدر مراد اطلاع دادند که چکی برای وصول دارد که باید هرچه سریعتر آن را پرداخت کند. پدر مراد از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شد و از اینکه تهمتی به نوروز نزده بود خدای خودش را مرتباً شکر میکرد. آفتاب آن روز هم در حال غروب کردن بود و مراد سر ساعت مقرر در جایی که محبوبه از قبل گفته بود ایستاده و منتظر او بود. حدود نیم ساعتی گذشته بود و مراد خسته از تأخیر دخترک به فکر رفتن به خانهشان بود که محبوبه به همراه یکی از دوستانش از خانهشان خارج شد و در حالی که لباس شیک منزل بر تن و چادری سفید و زیبا هم بر سر داشت به سمت مراد آمد و در حالی که از کنار او رد می شد با لبخند و اشوه‌ای خاص گفت: انگار معطل شدی. و بعد نگاهی به دوستش کرد و ادامه داد: ولی ارزشش رو داره. بعد هر دو خندیدند و او در همان لحظه نامه‌ای را در دست مراد گذاشت و به همراه دوستش وارد خانه همسایه‌شان شده و در را بست. مراد هم نامه را در جیبش گذاشت و راهی خانه شد. او در بین راه باید از کنار پارک بزرگی می‌گذشت، ولی ترجیح داد که از داخل آن بگذرد و برای یادآوری خاطرات ایام گذشته لحظه ای را بر روی یکی از صندلی‌های پارک بنشیند. دقایقی گذشته بود و مراد همچنان در کنار یکی از حوض‌های کوچک حاشیه پارک نشسته بود و به مردمی که در حال رفت و آمد بودند نگاه می‌کرد که به یاد پاکت نامه افتاد و یک آن جمله محبوبه که گفته بود ولی ارزشش رو داره را هم به یاد آورد. این جمله که با ایما و اشاره و منظوری خاص ادا شده بود بسیار مشکوک به نظر می آمد. دقایقی گذشت تا مراد خودش را قانع کرد و نامه را از جیبش درآورد و نگاهی به آن کرد. در پاکت باز بود. ناگاه کنجکاوی وحشتناکی وجودش را فرا گرفت و انگار شخصی در گوشش گفت: تو که همه نامه‌های علیرضا رو می‌نویسی، حالا چه اشکالی داره که نامه محبوبه رو هم بخونی؟ تازه اگه نامش سری و محرمانه بود که در پاکت رو می‌بست و اونو باز نمی‌ذاشت. با این فکر نامه را باز کرد و شروع به خواندن کرد، ولی هر لحظه که می‌گذشت بیشتر غرق در شگفتی می‌شد. مراد در آن لحظه نمی‌دانست بخندد و یا اینکه گریه کند، چون نامه محبوبه پر از جملات عاشقانه و احساسات بیپایانی بود که نه به علیرضا بلکه همه برای خود او نوشته شده بود. در آن نامه محبوبه برای او نوشته بود که از سالها قبل که مراد را در خیابان می‌دیده احساس خاصی به او پیدا کرده
و آن روز که نامه را از مراد گرفته اصلا به یاد علیرضا نبوده و با فکر اینکه نامه را خود مراد به او داده غرق در شادی شده، ولی با خواندن آن وقتی فهمیده آن نامه مربوط به علیرضاست حالش دگرگون شده. او در آخر نامه هم برای مراد نوشته بود که هیچ وقت علاقه‌ای به علیرضا نداشته و فقط از سر دلسوزی بوده که او را رها نکرده و همه مطالب را به خود علیرضا هم گفته، ولی او هر بار با خنده و شوخی حرف را عوض کرده است. محبوبه در آخر نامه به صورت پنهان و غیر مستقیم به مراد فهمانده بود که چون تنها فرزند خانوادهشان است و پدرش نیز جزو افراد مرفه شهرشان محسوب می شود، در صورت پذیرفتن مراد برای ازدواج با او احتمال ادامه زندگی در یکی از کشورهای اروپایی نیز برایشان دور از ذهن نخواهد بود. مراد نامه را در پاکت گذاشت و از روی نیمکت پارک بلند شد و در حالی که با خود می گفت حالا چطور به علیرضا موضوع را بگویم راهی خانهشان شد. 2-3 روز دیگر هم گذشت و مرخصی مراد به پایان رسید و او راهی منطقه مرزی شد و فردای آن روز خودش را به پادگان معرفی کرد و بالاخره پس از چند ساعت آفتاب آن روز هم غروب کرد. مراد به تنهایی بر روی تخت آسایشگاه دراز کشیده بود و می‌دانست که دقایقی بعد علیرضا برای دیدنش خواهد آمد. مراد از تنها چیزی که می‌ترسید پرسش‌های علیرضا بود و اینکه چه جواب‌هایی باید به سوالات او بدهد. لحظاتی بعد صدایی گفت سلام داداش، خوبی؟ مرخصی خوش گذشت؟ مراد آرام گفت یا خدا. علیرضا آمد و مثل یک بچه کوچک در کنارش نشست و سوالاتش شروع شد. محبوبه رو دیدی؟ نامه رو بهش دادی؟ چی گفت؟ دیدی چقدر خوشگل و خوشتیپه؟ جواب نامه رم داد؟ مراد دیگر نگذاشت که علیرضا ادامه بدهد. فوراً گفت نه، جواب نامه رو نداد. علیرضا که این را شنید کیف کرد و مدتی در سکوت به مراد نگاه کرد و گفت دیدی چقدر متین و محجوبه؟ حتما کلی خجالت کشیده. از اون زمانی هم که میشناختمش اینطوری بود. علیرضا برای لحظاتی حرف نزد و از طرز نگاهش مشخص بود که خودش و محبوبه را سوار بر اسب آرزوهایش در حال گشتنی در نقاط مختلف دنیا می‌بیند. دقایق دیگر هم گذشته بود و مراد باز هم سکوت کرده بود و هیچ حرفی نمی‌زد که علیرضا از جایش بلند شد و موقع رفتن به مراد گفت داداش، تو یک مقدار بی دست و پایی و مردم رو خوب نمیشناسی. واسه همین هر وقت خواستی زن بگیری به من بگو تا خودم برات یکی مثل محبوبه که هم متین و با حیا باشه رو پیدا بکنم. با گفتن این حرف مراد نتونست جلوی خودش رو بگیره و با عصبانیت بلند شد و دست علیرضا رو گرفت و در کنار خودش نشاند و همه چیزهایی که دیده بود رو براش تعریف کرد. ولی کمی بعد از طرز نگاه کردنها و خنده‌های تمسخرآمیز علیرضا متوجه شد که او حرفهایش را به شوخی گرفته و اصلا باور نمی کند. بنابراین نامه محبوبه را از جیبش در آورد و به علیرضا نشون داد. علیرضا بعد از دیدن و خوندن نامه دیگه هیچ حرفی نزد. فردای اون روز مرخصی اضطراری 3 روزه‌ای گرفت و راهی شهرشون شد. مراد واقعا نمیدونست که کار درستی انجام داده یا نه، ولی وقتی به یاد محبوبه و آن عشوه و اداها و حرفاش میافتاد حق رو به خودش میداد که قبل از دیر شدن این جوان ساده دل رو نجات داده. علیرضا بعد از 3 روز برگشت، ولی کاملا افسرده و پریشان و به معنای واقعی کلمه داغون و متلاشی. مراد تا شب صبر کرد و زمانی که هر دو در کنار هم و روی تخت‌های آسایشگاه دراز کشیده بودند از علیرضا پرسید
به حرفایی که برات تعریف کرده بودم رسیدی؟ علیرضا سری تکون داد و گفت ازش پرسیدم. بعد لحظه بغض راه گلوش رو بست. دقیقه گذشت تا دوباره با اندوه ادامه داد. ازش پرسیدم. من که بدون فکر کردن به کسی داشتم زندگی خودم رو می کردم. چرا 2.5 سال با من وقت گذروندی و من رو به خودت علاقمند کردی؟ مراد پرسید خب محبوبه چی جواب داد؟ علیرضا آهی کشید و گفت محبوبه اسم چند نفر رو برد که قبل از من با اونا رفاقت کرده بود و گفت این کارها براش یه سرگرمی بیشتر نیست و اینکه من چرا باید قضیه رو جدی میگرفتم. آخرش هم گفت که تو چطور روت میشه 2000 توی جیبت پول نداری عاشق یه آدمی مثل من میشی. مراد دستمالی برداشت و اشک علیرضا رو پاک کرد و گفت همینقدر که اینا رو ازش شنیدی و موضوع رو فهمیدی راحت تر میتونی فراموشش بکنی. هرچند اینا رو قبلا هم بهت گفته ولی تو خودت رو به نشنیدن زده بودی. علیرضا در حالی که پتوی سربازی رو بر روی خودش میکشید گفت ولی سخت‌تر از همه اینه که دیگه دلیلی برای زندگی ندارم. توی خونه که کسی منتظرم نیست چون پدر و مادرم سالها پیش از هم طلاق گرفتن و جدا زندگی میکنن. همه دلخوشیم به محبوبه بود. با اومدن اون و حرفهای قشنگی که میزد و نامه‌های فوق‌العاده‌ای که برام مینوشت من به زندگی امیدوار شده بودم. علیرضا دیگه حرفی نزد و پتو رو روی سرش کشید. 1-2 روزی در پادگان هیچ خبری نبود و این باعث مشکوک شدن مراد شده بود چون به طور متوسط در هر روز اشرار خودی نشان میدادند و ضربه‌ای هر چند جزئی و حتی شده عملیاتی کوچک را به راه میانداختند و بعد متواری میشدند و این سکوت بسیار عجیب به نظر می رسید تا اینکه یک روز صبح مراد با سر و صدا و گریه سربازان از خواب بیدار شد و به سمت محوطه پادگان دوید. تعداد 9 نفر از سربازان در گوشه و کنار و دور و نزدیک بر روی زمین افتاده بودند. مراد با دست زدن به صورت و گرفتن نبض هر کدومشون میفهمید که چند ساعتی از مرگشون گذشته. مراد یک به یک کشته شدگان را نگاه میکرد تا با دیدن ناگهانی علیرضا که در بین 9 نفر دیگر خوابیده بود طاقت از دست داد و به سمت او رفت و در آغوشش گرفت. علیرضا آنچنان آرام و آسوده خوابیده بود که مراد در طی این همه مدت او را چنین در آرامش ندیده بود. دقایقی بعد در میان گریه‌های سربازان پزشک پادگان آمد و تشخیص او مسمومیت با یک سم بسیار قوی بود که در چاه آب داخل پادگان ریخته شده بود و چند روز بعد هم نتیجه آزمایش آب نظر اونو تایید کرد. 3 روز بعد و پس از انجام تشریفات قانونی مراد به همراه جنازه علیرضا راهی شهرشون شد. فردای اون روز مراد جنازه علیرضا را تحویل پدرش داد. پدر علیرضا تنها زندگی میکرد ولی مادرش ازدواج کرده بود. مراد تا شب هفتم مراسم علیرضا در شهرشون مونده بود ولی تنها پدر اونو میدید که با اشک و آه و فریاد از علیرضا خوبی‌ها و قلب ساده‌اش میگفت و اصلا در این مدت مادر اونو ندید. صبح روز هفتم فوت علیرضا بود و قرار بود مراسمی به این خاطر بر سر مزارش و در بهشت فاطمه برگزار بشه. بنابراین مراد صبح همان روز و به محض بیدار شدن از خواب ابتدا به سمت مغازه به راه افتاد. ولی آن روز پدر به محض دیدن او با نگرانی گفت خوب شد که اومدی پسرم، چون یکی از کارمندای بانک اومد و از من خواست که حتما سری به بانک بزنم. ساعتی گذشت تا اینکه پدر خسته و عرقریزان از بانک به مغازه برگشت. او ابتدا هیچ حرفی نزد و فقط به گوشه خیره شد ولی کمی بعد به محض دیدن نوروز به طرف او حمله کرد و نوروز رو به باد فحش و کتک گرفت. مراد هم زمانی که متوجه علت این کار پدر شد شگفت زده و پریشان به او پیوست. نوروز در میان
نوروز در مقابل فقط فریاد میزد شما به من بدهکارید، من از شما چک دارم، حالا که من رو زدین رضایت هم نمیدم و تا آخرین ریال پولم رو از شما خواهم گرفت. مراد بعداً متوجه شد که پدر صبح آن روز و پس از مراجعه به بانک تازه فهمیده بود چک موجود همان چک سفیدی است که نوروز از او گرفته و این خود نوروز است که پس از مدتی مبلغ هنگفتی را در آن نوشته و جهت وصول در بانک گذاشته است. فردای آن روز پدر از نوروز شکایت کرد. بعدها مشخص شد که نوروز با سوء استفاده از بیماری پدر و با جلب اعتماد او فاکتورهایی را با مهر امضای پدر از مغازه برداشته و به این شکل موضوع را طوری جلوه داده که در تاریخ‌های مختلف اجناسی را در اختیار پدر مراد قرار داده است. مدتی گذشت و دادگاه در نهایت پدر مراد را محکوم به پرداخت مبلغ چک نمود و چون پدر توانایی پرداخت چنین مبلغی را نداشت در نهایت مغازه به نوروز واگذار شد و او هم پس از مدتی طبق آرزوی چندین سالش دیوار بین دو مغازه را برداشت و هر دو مغازه را به هم ملحق کرد. روزی که پدر مغازه‌اش را به حضور نمایندگان قضایی و انتظامی در اختیار نوروز می‌گذاشت، رو به او کرد و گفت من به تو اعتماد کرده بودم و اون چک رو به رسم امانت بهت داده بودم. نوروز ساکت بود و فقط به پدر مراد نگاه می‌کرد. پدر ادامه داد هم از اعتمادم سوء استفاده کردی و هم به امانتی که داده بودم خیانت کردی. امیدوارم از این به بعد آب خوش از گلویت پایین نرود. نوروز لبخندی زد و صورتش رو برگردوند. عصر همان روز مراد در مراسم هفتم علیرضا شرکت کرد. مراسم که تمام شد و همه رفتند، مراد بر سر خاک رفیقش نشست و کمی با او درد دل کرد و اشک ریخت که ناگاه صدای دختری را شنید. تسلیت میگم. سرش رو بلند کرد و محبوبه رو شناخت و ناگاه دردش تازه شد و گفت من نمیگم به زور باید تحملش میکردی، ولی اینکه 2.5 سال براش نامه‌های عاشقانه بنویسی و یک دفعه از این رو به اون رو بشی هم کار نامردانه‌ای بود. بعد در حالی که به چشمان محبوبه خیره شده بود ادامه داد هر کاری مکافاتی داره. دعا کن که تا زندگی عذابش رو ببینی. محبوبه هیچ حرفی نزد و بلند شد و رفت. 2 سال گذشت. در طی این 2 سال روزی نبود که پدر مراد از جلوی مغازه‌اش عبور نکند و با حسرت نگاهی به آن نیندازد و بالاخره در پایان سال دوم و در اواخر ماه دی پدر از دنیا رفت. نوروز هم شاد و خوشحال از اینکه به آرزویی که داشت رسیده با خرسندی در حال زندگی کردن بود. از طرف دیگر خواستگاری برای محبوبه آمده بود که یک مرد ایرانی الاصل متولد آمریکا بود و در آنجا زندگی میکرد. محبوبه هم با شادی و خوشحالی قبول کرده و عروسی مفصلی برگزار شد و محبوبه هم به همراه شوهرش راهی آمریکا شد. 2 سال دیگر هم گذشت. در طی این مدت مراد هم در یکی از ادارات کاری پیدا کرده بود و همچنان در کنار خانواده مشغول به زندگی بود. خانواده مراد تصمیم گرفته بودند همانند سالیان گذشته سالگرد پدر را با حضور دوستان نزدیکشان بر سر مزار او برگزار کنند. دی ماه بود و هوا بسیار سرد و آن روز باران شدیدی هم در حال باریدن بود. خیلی زود همه کسانی که آمده بودند به خاطر سردی هوا و بارش باران رفتند و حال مراد تنها بود. هیچ کس در بهشت فاطمه نبود. باران با شدت در حال بارش بود و مراد تنها نشسته بود و با پدر حرف می‌زد. ناگاه شخصی را دید که در جلوی او ایستاده. همانطور که خیس آب بود از جایش بلند شد. پیرمردی نورانی بود. نشست و فاتحه‌ای خواند و بعد بدون مقدمه گفت عدالت خدا
آن چیزی نیست که با میزان فهم ما برابر باشد و باز هم همانی نیست که توسط ما مشاهده شود. عدالت خدا فراتر از فهم و درک ماست. عدالت او هر لحظه جاری است. بعد لبخندی زد و ادامه داد: پشت صحنه خبرهای زیادی است که انسان از آن اطلاع ندارد. باد سردی در حال وزیدن بود و مراد هم کاملا خیس شده بود. پیرمرد در حالی که دستش را بر روی شانه مراد می‌گذاشت گفت: به خدا اعتماد داری؟ مراد گفت: بله. پیرمرد گفت: زبانی نه، از عمق جانت بگو. آیا به خدا اعتماد داری؟ اشک از گوشه چشمان مراد جوشیدن گرفت. با بغض گفت: بله، به خدا اعتماد دارم، بیشتر از هر چیزی و یا هر کسی. پیرمرد لبخندی زد و گفت: خدا از تمامی رنج‌هایی که کشیدی با خبر است. خدا به وجود آورنده ماست. با او درد دل کن. باور کن که صدایت را میشنود، حتی خیلی واضح‌تر از تویی که داری صدای منو میشنوی. بعد آرام گفت: بگو خدا هست. مراد هم ناخودآگاه تکرار کرد: خدا هست. پیرمرد گفت: از عمق جانت بگو، از ته قلبت بگو. مراد لحظه ای ایستاد، انگار در حال تجسم چیزی بود که میخواست آن را بیان کند و ناگهان در حالی که حق و حق گریه میکرد گفت: خدا هست، خدا هست. مراد در این حال و هوا بود که احساس کرد 2 نفر زیر بغل او را گرفته و بلند کردند و در زیر سایبانی و به دور از باران قرار دادند. وقتی چشمانش را باز کرد یکی از آنها را شناخت. همسایه‌شان بود. مراد پرسید: چه اتفاقی افتاده؟ مرد ابتدا گفت: پسرم، این چه کاریه که میکنی؟ زیر بارون و هوای به این سردی تنها اینجا نشستی و برای خودت فریاد میزنی خدا هست. کاملا خیس شدی. بلند شو بریم، من تا خونتون همراهیت میکنم. انگار تب هم داری. مراد دوباره پرسید: شما برای چی اینجا هستید؟ چه اتفاقی افتاده؟ مرد گفت: آقا نوروز رو که میشناسی؟ مراد به تلخی جواب داد: بله میشناسم. مرد همسایه گفت: دیشب پسرش که تازه هم ازدواج کرد و در کمال صحت و سلامت خوابیده، ولی صبح که برای بیدار کردنش رفتن متوجه شدن که از دنیا رفته. مراد با ناراحتی به نوروز که به طرز غریبی حرف میزد نگاه کرد. مرد همسایه وقتی تعجب مراد را دید گفت: مگه در جریان نیستی؟ آقا نوروز از 6 ماه گذشته تا حالا گرفتار سرطان حنجره شده و واسه همین نمیتونه اصلا حرف بزنه. لحظاتی بعد مراد از جای خود بلند شد و به سر خیابان رفت و سوار تاکسی شد. در بین راه تاکسی ایستاد تا خانمی چادری را سوار بکند. چقدر آن زن به چشم مراد آشنا به نظر می آمد. یکی آن پرسید: محبوب خانم، شما هستین؟ زن گفت: بله خودمم. مراد پرسید: ولی شما که چند سال پیش به آمریکا رفته بودین. محبوبه گفت: کسی مقصر نیست، تقصیر خودمه. اون مرد خیلی عاشق من بود و من هم بعد از مدتی بسیار بهش علاقمند شدم و توی اون کشور هم به خوشی در حال زندگی بودم. ولی 1 سال پیش به بهانه من رو به ایران آورد و چند روزی هم با ما موند و ناگهان رفت و دیگه هرگز برنگشت. مراد آهسته گفت: خودتون هم همین بلا رو سر خیلی آورده بودین. زن به محض شنیدن این جمله از تاکسی پیاده شد و رفت و مراد زیر لب گفت: من به خدا اعتماد دارم، از عمق وجودم، چون شنیدم که از مکافات عمل غافل مشو.